آقای دکتر زاری میپرسیم که راه خلاصی از کیست سینه چیه و آیا ژل رویال ما استفاده بکنیم تو این قضیه یا نه؟ کیست سینه یعنی چی؟ یعنی چیزی که داخلش آبه، یعنی رطوبت زیاد. هر چیزی که هورمون زنانگی رو اینجا زیاد بکنه کیست سینه رو هم بزرگتر میکنه. ژل رویال هورمون ترشح زنانگی رو بیشتر میکنه، پس برای کیست سینه خوب نیست. اینجا ما میگیم آقا مصرف فعلا نکنه. چای خوردن زیاد کیست سینه میاره، لباسای تنگ زیر پلاستیکی کیست سینه میاره، کم تحرکی کیست سینه میاره، تغییرات هورمونی هم کیست سینه میاره. حالا درمان میخوایم به اینا بدیم، میگیم تباشیر رو 50 گرم آسیا کنتونوم کیلو عسل، بعد صبحانه ناشام یه قاشق مربا بخوره مریم گلی و دم اسبی با هم دیگه بجوشونه، به جای چای بخوره. روزی هم یه دونه قرص گل مغربی میل بکنن درمان میشن. از حنا نوره هم استفاده بکنن، 3 تا قاشق حنا، 1 قاشق نوره، آب بزن مثل ماستشار بشه، به زیر بغل بگیره، روزی 20 دقیقه بمونه بشوره، غیر زمان قاعده کیستا میره. حالا میاد میگه نه کیستم هم بزرگه، توده هم هست. ما اینجا همین نسخه رو میدیم، روغن عقرب هم بهش اضافه میکنه، اصلا آب میکنه کیست و توده رو آب میکنه. الحمدلله این تجربه‌ای که بنده توی درمان داشتم.